Ladies and gentlemen, welcome to the State Department. جمع آمدی با تنتنه به مناسبت زیارت وزیران امور خارجه 5 کشور آسیای مرکزی را معاون کاتب دولتی یا وزیر امور خارجه امریکا کریستوفر لنداو افتتاح کرد. او از سفرش به 2 کشور منطقه ازبکستان و قزاقستان یاد آورد. امکانات بزرگ داریم، امکانات خوبی رشد همکاری ها وجود دارد. به فکرم این یک دوره هیجان آور رشد همکاری های امریکا با کشورهای آسیای مرکزی می باشد. ما بسیار خوشحالیم که رهبران 5 کشور در واشنگتن حضور دارند و پگاه رشد همکاری ها را بررسی می کنند. ما همچنین افتخار داریم که وزیران کارهای خارجه این 5 کشور امروز با مایند. لنداو یادآور شد که او هفته گذشته همراه فرستاده خاص پرزیدنت امریکا در امور آسیای مرکزی سینخیا گار به ازبکستان و قزاقستان سفر داشت. گار در نوبت خود گفت که ایالات متحده و کشورهای آسیای مرکزی صحیفه نوی را در روابط بین همدیگری باز خواهند کرد. وی در مراجعتش به وزیران خارجه آسیای مرکزی گفت: حضور شما در این تالار شهادت آن است که ما آینده کشورهای آسیای مرکزی را همچون کشورهای صاحب استقلال و شکوفان می‌بینیم. همچنان شاهدانیم که رهبران امریکا در پی رشد روابط اقتصادی و استراتژی با آسیای مرکزی می‌باشند. این عمل منفعت کارگران و شرکت‌های آمریکایی را پیش برده انعکاس ارزش‌های ما خواهد بود. در این نشست جیم ریش رهبر کمیته روابط خارجی سنا مجلس بالایی کنگره امریکا که در رشد روابط ایالات متحده با کشورهای آسیای مرکزی در چارچوب 35.1 سهم دارد سخنرانی کرد. او گفت که هفته روان کمیته آنها سند را برای قبول به سنا ارسال کرده است که راه را برای رشد همکاری‌های امریکا با کشورهای آسیای مرکزی باز می‌کند. اینجا من همراه با سناتور دین و دیگر همکارانم می باشم. ما هفته روان پیشنویس سندی را برای تصویب سناتوران فرستادیم که مانع‌ها در تجارت با کشورهای آسیای مرکزی را از بین میبرد. این از اعتبار ساقط شدن محدودیت جکسون وینیک می باشد. در پایان ملاقات با وزیران امور خارجه آسیای مرکزی، کاتب دولتی مارکو روبیو اظهار امید کرد که نشست امروزه رهبران در واشنگتن با نتیجه های نظررس به انجام می رسد، زیرا رهبران از این ملاقات انتظاری های بزرگ دارند. من نقشه دارم سال آینده از 5 کشور آسیای مرکزی دیدن کنم. شاید این سفر 1 هفته دوام یابد. ما باید همراه شما برای عملی شدن آن کار کنیم. با همین نشست در دپارتمنت دولتی امریکا به پایان رسید و همه انتظار نتیجه نشست امروزه دونالد ترامپ با رهبران قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان هستند.